سلام بچه ها، امروز اومدم توی طبیعت اینجا در خدمت عزیزانی که امروز کلاس داشتن و نتونستم پیششون باشم و تمرین کنیم. یه تمرین آماده کردم، حتما توی خونه انجام بدید، فیلمش رو برای من بفرستید. متشکرم از همکاریتون. بریم که شروع کنیم. اول یه کوچولو گرم کنید بچه ها. بچه ها 20 تا این حرکت رو بریم. یه پیشی هم اینجا داریم که شاهد ورزش. 10 9 8 7 10 9 بچه ها 20 تا حرکت نیاب برید. 3 تا 20 تا کاملا دستتون کنار بدن، زانوها به سمت بالا، شکم کاملا پر صاف نکنید. 20 تای بعدی پاتون ثابت باشه. 3 4 5 6 7 8 9 10 9 و همینطور با این پا بریم حرکت کیک بک. پا کاملا از پشت صاف، ضربه میزنیم و با پای بعدی 1 2 3 4 حرکت ترکیب ددلیفت و اسکوات. یه دونه ددلیفت میریم میایم بالا، یه دونه اسکوات. 1 زانو هم بچه ها پر صاف، اسکوات میریم بالا. 1 3 1 4 1. یه حرکت هم برای عضلات مقرب میریم و پهلوها بریم. 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8. بعد از اینکه اون پهلوتونم رفتیم 20 تا حرکتش رو که برای ساید پهلوها بود، میریم حرکت اسکوات پلشی. میریم پایین، میریم بالا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بچه ها 3 تا 20 تا این حرکت پلشی رو میریم. ضربان قلبتون یکم میره. میریم یه حرکت ساید لانج و بعد یه دونه ضربه از جلو تپ. 1 خب حرکت قبلی که تموم شد دو سمتشو که رفتیم، میریم حرکت بک لانج پا بالا. 12 تا 3 تا 12 تا بریم. حرکت لانج حتما حواستون به زانوهاتون باشه. حرکت رو طبق روال گذشته که توی کلاس انجام میدادید و کاملا میدونم بلد هستید، کاملا سیف و ایمن انجام بدید. حواستون حتما اول به سلامتیتون باشه. در پایان هم چند تا حرکت شکم میریم بچه ها. بچه ها پایین نفس بگید، بالا پرتاب نفس داشته باشید. حرکات شکم رو حتما 20 تا برید. 3 تا 20 تا حرکت کرانچ. زیاد نمیخوام بالا بیایید، 30 درجه بیشتر بالا نیایید. حرکت بعدی حرکت بایسیکل. 1 این حرکت هم 3 تا 20 تا برید حتما بچه ها. حرکت بعدی که 1 2 باز برای عضلات مقرب شکم هست. 3 4 5 6 7. بچه ها این رو چون یکم سنگین تره 3 تا
12 تا بریم 12 تا این سمت 12 تا اون سمت. حواستون باشه که گردنتون کاملا فاصله داشته باشه از شونتون. 1 2 بچه‌ها بریم 3 تا هم حرکته 3 تا 20 تا حرکت هول 1 خوب دم و بازم 4 5 20 تا متحرک. سلام علیکم، شما خوبی؟ خب در پایان هم خداحافظی میکنم ازتون با این پیشی خوشگل اومدی کنار من نشسته. بچه ها بازم ازتون ممنونم به خاطر همکاریتون با من، به خاطر پیام های تبریکتون بسیار متشکرم. خیلی دوستتون دارم، براتون آرزوی بهترین ها رو دارم. مواظب خودتون باشین تا هفته آینده. خدا نگهدار. پیشی خوشگل، پیشی مامان. اوه خدا، اوه خدا چه پسری. اوه